قاعده 107 است که دلایل ایمان به سکرات الموت بفهمیم. الله سبحانه و تعالی میگه که و جاءت سکرات الموت بالحق، یعنی امو لحظه جان کندن به حق میآید. ذالک ما کنت منه تحید، این همان چیزی است که تو از او فرار میکردی. بسیاری کسا چون آمادگی به آخرت ندارن، ایمان درست ندارن و خود آخرت خود خراب کردن، از این خاطر وقتی برشان از مرگ و سکرات الموت گپ زده میشه از این فرار میکنن. هیچ دو مجلس نمیشینه، میگه والا مجلس شما بسیار مجلس خراب است، از مرگ گپ میزنید، دل آدم از زندگی سیاه میکنین. باز این نفر که امروز گریخته صبا میبینی که مرگ به جانش آمده، چه شد فلانی خان؟ والا بیچاره فوت کرد. امام مسلم از برای بن عازب رضی الله تعالی روایت میکند در مرگ مؤمن و کافر میگه که بنده مؤمن وقتی در هنگام رفتن از این دنیا به طرف آخرت می شود، ملائکه با چهره های نورانی درخشان مانند آفتاب نزد وی می، یعنی وقتی که جان کندن انسان نزدیک میشه، سکرات الموت میشه، رسول الله صلی الله علیه و خبر داده، حدیث صحیح مسلم است که وقتی که اونجا حکم الله بر ملائکه ابلاغ میشه، پس یک تعداد ملائکه هستن که موظف هستن میان بالای سر ازی میشینن، چهره های زیبا دارن، از آسمان در نزدیک از اومه. پیش از این ملائکه چی است؟ میگه آنها کفنهای از کفن جنت را با خود میآورند. یعنی بسیاری کسا که در دنیا کفن نمی داشته باشه یا کفنش کوتاه می باشه یا فلانی صحابی کفن نداشت، فلانی شهید بدون کفن دفن شد، میگن نه یه پاره. اما اصل گپ چی است؟ اصل کفن آخرت است. متوجه هستین؟ این ملائکه چی میگن؟ میگه کفنهای از کفن جنت را با خود میآورند و خوشبویی های از عطرهای بهشت را نیز با خود میآورند و در نزدیکی از این نفر یک چند قدم طرف میشینند. وقتی که اونا نشستن، فرشته مرگ میای بالی سرش و خطاب به انسان مؤمن میگه که ای صاحب نفس پاکیزه، یا برش میگن که ای صاحب نفس مطمئنه. بالاخره ایره میگه که روحش خارج شود، به سوی معرفت و خوشنودی الله بیرون بیاد. پس آن روح مانند قطره‌ای که از دهان مشک آب از جسد مؤمن بیرون میشد، مثل قطرات آب که از مشک باز ای چی میشه؟ باز ای خارج میشه. پس این سکرات الموت مسلمان ها هست که ما و شما به این سکرات الموت ایمان داریم.